با سلام به مردم نازنین ایران. داشتم یه مصاحبه رو نگاه میکردم. دو تا از این بچه های افغانی هن اومدن نشستن مصاحبه کردن، یه ساعتی صحبت کردن. صحبت که نه، شعر و ور گفتن، ارزم به خدمت شما توهین کردن، هر آنچه که لایق خودشونه بار مردم ایران میکنن. بعد یکشون جالبه برمیگرده میگه که من تو این ایران به دنیا اومدم، 30 و چند سالمه، نسبت به این خاک ارق دارم، نسبت به ایران ارق و تعصب دارم. مهدی طارمی وقتی نتونست گل بزنه، من همون کسی هم که پریدم رو هوا گفتم مهدی بزن، چرا گل نزدی؟ انقدر تعصب دارم نسبت به این خاک. آقا خیلی حرفه، به خدا آدم بخواد بپره رو هوا بگه مهدی چرا نزدی گلو، بزن گلو. دوست عزیز، تو اگه میخوای ارق داشته باشی به مملکت خودت داشته باش. نمیخواد به خاک من ارق داشته باشی، به وطن من ارق داشته باشی. ما به اندازه خودمون ارق و تعصب داریم به این خاک. به خدا رگهای غیرت ما از کمر شماها کلفتره به وقتش. 8 سال جنگیدیم ما، 8 سال. یک نفر ایرانی به خاطر جنگ از این خاک فرار نکرد بره جای دیگه، کشورهای دیگه. به خاطر اینکه باید وای میستاد، از ناموسش از خاکش دفاع میکرد، میجنگید. ارق به این میگن، نه اینکه تا یه بهونه دنبال یه بهونه میگردین، یه اتفاقی تو افغانستان بیفتین دست جمعی فرار کنین به این کشور اون کشور. شما اگه واقعا راست میگین، زرنگین، جنگجوین، سازنده این، برین کشور خودتون رو بسازین. برین ناموستون از دست این طالبان نجات بدید. برین دولتتون رو تشکیل بدین، بایستین زندگیتون رو بکنین. خدا رو شکر به قول خودتون معادن دارین، همه چی دارین، نفت دارین، چاهای نفتی که هنوز بهش دست نخورده رو دارین. پولتون که با ارزشتر از پول ماست. هر افغانی رو میان باهاش مصاحبه میکنن، مینال از دست ایرانیا. ایرانیا ظالمن، ایرانیا کافرن، ایرانیا به ما آقا اگه این اتفاقات تو ایران میفته چرا میایین ایران؟ چی میخواین از جون این مردم بدبخت شده؟ بابا ما خودمون یه کمرمون از خم شدن دیگه گذشته، شکسته زیر بار فشار اقتصادی. مستاجرای ایرانی در به در دنبال خودشون خونن، از این شهر به اون شهر، از این منطقه به اون منطقه. هر سال به جای پیشرفت پسرفت میکنم، یه منطقه پستر، یه منطقه پایینتر. چی میخواین از جون این مردم؟ نمیخواد نسبت به خاک من ارق داشته باشین آقا. نمیخواد. آخه برای چی میخواین از جون این مردم، از جون این خاک؟ به خدا دیگه خسته شدیم. امروز تو اخبار خوندم که این طرح ساماندهی اتبام تو مجلس متوقف شده. میگه 4 تا پیمانکار و شهرداری و 4 تا کارخونه دار به خاطر سود شخصی خودشون، منافع شخصی خودشون که میلیاردی تریلیاردی شاید سودای آنچنانی میبرن از بغل اینا، میزنن تو سر کارگر ایرانی، تو سر ملت بدبخت ایرانی. سودای آنچنانی میان لابی میکنن، نمیذارن طرح پیش بره، تصویب بشه. خاک بر سر ما، خاک بر سر این مجلس و دولت که نتونن از پس 4 تا پیمانکار بر بیان. مردم به خدا ما بدبختیم. اگه متحد نشیم، اگه خودمون به حال خودمون نگریم، اگه کاری یعنی خودمون نتونیم کاری انجام بدیم، هیچ کس دلش به حال ما نمیسوزه، نسوخته. فقط باید خودمون متحد بشیم. فقط تنها راه نجاتمون، تنها راه رهاییمون همینه. اتحاد تنها راهمونه. اگه نشیم بدبخت شدیم، رفتیم. همین الان که بدبختیم، همین الانش هم بدبختیم. خیلی هستن به خدا، به خداوندی خدا، پول نون 4 تا بربری رو ندارم برای شب. من چجوری بگم، چی بگم؟ بدبختی از این بالاتر. بیاین یه بار برای همیشه، یک بار برای همیشه دست به دست هم بدیم تو تمام موارد، نه فقط افغانی، تمام موارد حقمون رو بگیریم. با تشکر.